بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. الو، بله سلام علیکم، بفرمایید. محمد هستم از کرمان. آقا محمد از کرمان، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. آقای انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. صدا شما داره پخش میشه. آقای انصاری، خواستم اگه میشه با هم مناظره داشته باشیم، میشه؟ جناب عالی خودتون رو معرفی کنید که من بشناسم که باهاتون مناظره کنم. شما آخوند هستید؟ نه آخوند نیستم، یک از بیننده های شبکتون. خب شما همین کتب اربعه شیعه رو معرفی بکنید برای من. ببین من سوالی دارم ازتون. عزیزم ببینید، من برای مناظره ما مشکلی نداریم، بارها ذکر کردم. شما اگر عالم هستید، وقتی من روایت بیارم از کتبتون میگید که آقا ما این کتابا رو قبول نداریم. کتب شیعه رو من کار با کتب شیعه ندارم. میخوام ببینم شما وهابی هستید یا اهل تفنن هستید؟ شما ما اهل سنت هستیم، مذهبی به نام وهابیت وجود نداره. وهابیت یک به اصطلاح مترسکی است که ساختن علمای شیعه فقط به خاطر ترساندن مردم. امام محمد ابن عبدالوهاب شما را قبول ندارن. چرا اهل تفنن شما را قبول ندارن؟ الحمدلله اینایی که اینجا هستن، اینایی که در شبکه، ما از شبکه خودمون صحبت میکنیم، برادرانی که در شبکه با ما همکاری میکنن از تاجیکستان هستن، از ایران هستن، از مناطق مختلف اهل سنت ایران هستن. شما یک عالم سنی رو، حتی امونایی که به اصطلاح خودفروختایی رو که در شبکه ولایت آوردن که از زبان اونا اعتراف بگیرن، اونا جرئت نکردن که علیه این شبکه‌ها صحبت بکنن، بگن که اینا اهل سنت نیستن. شما چرا اینو بر ضد شیعه حرف میزنید؟ اولا شما دلیلی دارید، مدرکی دارید؟ ما بر علیه شیعه صحبت نمی کنیم برادر عزیز و گرامی. ما همین شرک، همین خرافات رو اگر یک برادر سنی ما هم داشته باشه، ما اونو رد می کنیم. ببینید، شرک و کفر شیعه و سنی نمیشناسه. به همون اندازه‌ای که کفریات و شرکیات در بین شیعیان هست، به همون اندازه در بین کسانی که خودشون رو منتسب به اهل سنت میدونن وجود داره. منتها ببینید، میگه آقای انصاری، خواهش می‌کنم ببخشید جان بفرمایید. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یعنی چی؟ بله، یعنی ای که تو در نزد الله سبحانه و تعالی جاه داری، وجاهت داری، تو برای ما شفاعت بکن در نزد الله سبحانه و تعالی. خب ما میگیم توی دعای توسل برای اهل بیت میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. چه ربطی به پرستش؟ ما نه حدیث رو میپرستیم نه پیامبر رو، اینا رو فقط توسل میجویم به اینا. چه ربطی به دلالیش حرفایی که شما میزنید داره؟ عزیزم همین کاری که شما دارید انجام میدید مخالف آیه قرآن است. کدوم آیه قرآن؟ خب سوره یونس آیه 18 الله سبحانه و تعالی میفرماید که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، و میپرستند غیر از الله کسانی را که نه به آنها ضرر میرسانند و نه به آنها نفع و سودی میرسانند. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، و میگویند که اینا شفیعان ما در نزد الله سبحانه و تعالی هستند. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، بگو آیا برای الله سبحانه و تعالی چیزی خبر میدید که الله سبحانه و تعالی در زمین و آسمان ازش خبری نداره؟ سبحانه و تعالی عما یشرکون، الله پاک و منزه و بلند مرتبه است از اون چیزی که بهشون شرک می‌ورزید. تفسیر شما از آیه به نظر شما اشتباه نیست؟ عزیزم همین آیه رو شما برید از کتاب‌ها و تفاسیر خودتون بکنید. بسم الله. خب من سوال کردم، هر کسی که خداوند دوستش داره، اگه خداوند دوستش داشته باشه ما میتونیم به او توسل بجوییم، چون که این خود قرآن هم در قرآن هم اومده. بله. که به توسل بجوییم. در کجای قرآن گفته که شما به انسان‌هایی که مؤمن هستند، متقی هستند و از دنیا رفته‌اند و بندگان نزدیک الله هستند برید به اونا توسل بجویید؟ در کجا گفت؟ این آیه رو در میان برات بهشون میدم، ولی بفرمایید. شما نگفته یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله رو
یعنی چه و این گفتم که ای کسی که در نزد الله وجاهت داری، جاه داری، مکان داری، تو شفاعت ما را بکن در نزد الله. الله سبحانه و تعالی میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کیست که در نزد الله سبحانه و تعالی میتونه شفاعت بکنه مگر به اجازه او؟ به کدام یک از ائمه الله سبحانه و تعالی اجازه شفاعت داده؟ خب آقای انصاری، شما افراد شما دارن تو اسرائیل کمک اسرائیل میکنن. عزیزم ببین کمک اسرائیل و کمک آمریکا رو بذار. من ببینید عزیزم اگر ببینید گوش کن جانم بفرمایید. شما دارید فقط شیعه را و حکومت جمهوری اسلامی رو داره مورد تهاجم قرار دادید. شبکه‌های شما شبکه مذهبی نیست، شبکه‌های سیاسی هستن. خب بریم حالا شبکه ما شبکه مذهبی نیست، شبکه سیاسی است. من از شما یک سوال سیاسی میکنم. در طول تاریخ تشیع از زمانی که صفویت به اصطلاح حاکم شد و یک دولت مقتدر برای خودشون درست کردند در ایران تا به امروز، شما یک وجب خاک کشورهای اسلامی یا کفری رو که اینا رفته باشن در جهاد آزاد کرده باشن، یک شهری یک روستایی رو از دست ظلم و ظالم ها اینا نجات داده باشن، در یکی از معارک مسلمان ها بر علیه کفار اینا شرکت کرده باشن، این تحدی رو ما 4 سال قبل اعلان کردیم، تا الان هم منتظرش هستیم. حالا دوست داریم از زبان شما بشنویم. شرکت بکنن آدم کشی بکنن مثل شما. نه عزیزم آدم کشی نکنن. جهاد آدم کشیه؟ جهاد علیه کفار آدم کشیه؟ پیامبر ببین همین کاری که شما دارین تو سوریه انجام میدین، این قتل و جنایت چیه؟ این کار شما چیه؟ عزیزم در سوریه ببینید اگر که شما ان كنت تعلم فتلك مصیبه. عزیزم مگه طرفداران بشار اسد مگه مسلمون نیستن ولی مگه اهل تفکر نه نیستن؟ طرفداران بشار اسد اونایی که با جان و دل دارن ازش طرفداری میکنن علویای نصیری هستن که علمای شما اونا رو تکفیر کردن. مؤسس مذهب علوی نصیری رو اونا میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اینو میگفتن یا نگفتن؟ اینا میگن ما کلیپاشو بارا پخش کردیم به اسرایی رو که میگیرن از مجاهدین، به اونا میگن که بگو لا اله الا بشار. ندیدید؟ اینا ببین اینا ساختگی از خود سبحان الله. تا حالا بیش از 100,000 نفر به شهادت رسیدن، همش ساختگیه. یعنی شما فکر میکنید که اهل سنت میان در سوریه خودشون خواهرانشون رو، مادرانشون رو، همسرانشون رو، کودکانشون رو قتل عام میکنن به خاطر اینکه ایران و تشیع رو بدنام بکنن؟ اینو میفرمایید؟ ببین شما این همه عقده هستین، کینه داری. به خدا عقده نداریم، به خدا عقده نداریم. داریم واقعیت ها رو میگیم که به شما بر میخوره این واقعیت. نمیگین به والله واقعیت نمیگین. من الان از شما خواستم که از زمان تأسیس دولت صفویت از 600 سال به این طرف شما نشون بدید که یک وجب از خاک اسلام رو این صفوی‌ها یا شیعیان در جهاد یا در جنگ فتح کرده باشن، به خاطر دفاع از مظلومی رفته باشن جای دفاع کرده باشن. نشون بدید یکیشون. پیامبر این کار کرده بود که ما بخوایم بکنیم. پیامبر خودمون این کار کرده. بله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر بیش از 70 نفر از سران کفار که به مسلمان ها ظلم کرده بودن اونا رو به درک واصل کرد. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به خاطر حق در روزی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد تا روزی که به شهادت رسید جنگید. آقای انصاری داخل جنگ بدر مثل با شماها بودن، با یه سری افرادی مثل شماها بودن، با پیامبر با اونا جنگید. تشکر. بینندگان گرامی این عقل ایشون هست. شما خودتون دیگه آخر قصه رو بخونید. تشکر میکنم. حرف دیگری هم دارید برای گفتن؟ الو. بله بفرمایید. الو. آقای انصاری شما تو جنگ جمل طرفدار عایشه بود یا طرفدار حضرت علی؟ من طرفدار حضرت علی. همه اهل سنت اینو نه ما تقیه داریم نه دروغ، همه اهل سنت طرفدار حضرت علی هستند چون حضرت علی رو خلیفه برحق می‌دونستند. عایشه رو قبول داریم. عایشه رو قبول داریم. علی رو قبول داریم. عزیزم الله سبحانه و تعالی اردوشونو میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدند، اگر که اینا یکیش کافر میبود میگفت که خب یک گروه مسلمان با یک گروه کافر جنگیدند. آقای انصاری پس دو طرف جنگ یکیش باید حق باشه یکیش باید باطل باشه، قبول داری اینو؟ بله. خب الان
حضرت علی برحق بود، حضرت علی برحق بود، اما حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به خاطر جنگ نرفته بود. اگر به خاطر جنگ رفته بود، اگر به خاطر حکومت رفته بود، اگر به خاطر کشتن علی رفته بود، اگر به خاطر به دست گرفتن خلافت رفته بود، آره ما میگیم باطل بود. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به خاطر قاتلین خلیفه مسلمان ها، به خاطر همون کسانی که حضرت علی مجبور شد در نهروان بیش از 4500 نفر از اینا رو گردنشون رو بزنه، به خاطر این رفته بود که بگه ای علی، اینایی که اطراف تو جمع شدن اینا کسانی هستن که خلیفه مسلمان ها رو کشتن، اینا یک گروه باقی هستن. همینا بودن که حضرت علی رو پشتش خالی کردن در صفین، همینایی بودن که در نهروان با حضرت علی درگیر شدن. همین عبدالرحمن ابن ملجم کسی بود که به خاطر قربتا الله اومد حضرت علی رو کشت. این از یاران حضرت علی بود. همین خوارج، کسانی که در نهروان، عزیزم اگر ادب صحبت کردن رو میخواید بهتون یاد بدم بذارید که من صحبت بکنم، ولی صداتون رو قطع میکنم. آخوندا بهتون یاد ندادن که چطور صحبت بکنید با مخالفین؟ وقتی من صحبت میکنم خواهشاً شما ساکت باشید. شما که همیشه قطع میکنید فرار میکنید. عزیزم من قطع کردم، شما دارید بیش از شما فراری هست. عزیزم پیش از چند دقیقه شما دارید صحبت میکنید، حدود 10 دقیقه دارید صحبت میکنید، من قطع کردم. شما به یکی از سوالات من جواب ندادید عزیزم. شما میگید من یک سوال میکنم از شما فرمودید که ما کسانی هستیم که پیامبر در بدر با اونا جنگید. یک سوال میکنم، امیدوار هستم که مردانه جواب بدید. در بین یاران پیامبر در جنگ بدر ابوبکر و عمر نبود؟ طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص بود یا نبود؟ اینا فرار کردن. عزیزم در جنگ بدر کسی فرار نکرده. معلوماتتون رو چیز بکنید، آپدیت بکنید. در جنگ بدر کسی فرار نکرده. شما عزیزم جواب منو بدید، چرا فرار میکنید؟ ببینید در جنگ بدر، بینندگان گرامی، سوالی که ایشون ازش فرار میکنه من جوابشو میدم. در جنگ بدر ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص، همینایی که شما باش دشمن هستید، همینا بودن. عزیزم تمام حرفایی که میزنن سند و مدرک میاره. شما چرا سند و عزیزم مدرک نمیدید؟ یک سند و مدرک بیارید که در جنگ بدر کسی فرار کرده. شما سند و مدرک، حرفی که میزنید سند و مدرک بیارن، دلیل بیارن برای حرفاتون. همینجوری بدون دلیل بدون مدرک. سبحان الله. در جنگ من از شما سوال کردم، شما یه جواب منفی بدید یا مثبت. عزیزم چرا از سوال فرار میکنید؟ در جنگ بدر همراه پیامبر ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر بودن یا نبودن؟ جواب منو بدید. شما ببینید، شما اجازه نمیدید کسی حرف بزنه. خب بفرمایید. جواب من رو بدید. آیا انصاری، اولا شما اجازه به ما نمیدید که شما هیچ داره حرف خودتون میگید. ببین هوچیگری نکنید. من دارم به شما وقت میدم. بینندگان گرامی، من به این آقا وقت دادم که بفرمایند که آیا این از صحابه‌ای که ذکرشون رو کردم در جنگ بدر با پیامبر بودند یا نبودند. بفرمایید الان خدمتشون. من اطلاعات تاریخی ندارم که بخوام جواب این. خب برید اطلاعات تاریخی کسب بکنید، زنگ بزنید، چون ما در این برنامه عادت نداریم با کسایی که جاهل هستن صحبت بکنیم. جواب سوال من رو بدید، من اجازه میدم که صحبت بکنید. شما نه، شما دارید پس ادعای دروغین کردید. همینجوری که شبکه کلمه فرار کرد. عزیزم شما ادعای دروغین کردید که در جنگ بدر پیامبر با امثال ماها جنگید. شما شبکه‌های فراری هستن، یه سری شبکه‌هایی هستن که دارین یه سری مباحثی که میارن که اصلا ربطی به دین و مذاهب و این چیزا اصلا نداره، فقط دشمنیتون با فقط شیعه است. فقط همه اهل تسنن و شیعه رو کافر میدونید، فقط خودتون. حاشا و کلا. اینم دلیل بیارید در کجا ما کافر گفتیم. دروغ نگید. به خدا علی دروغ نبود، شیعیان واقعی علی دروغ نمیگفتن. چرا میشرمید؟ چرا خجالت میکشید که واقعیت خودتون رو، مذهبتون رو آشکار بکنید؟ شما من همین سوالاتی کردم از اول صحبت با شما باز دوباره تکرار میکنم. که من شیعه مذهب خودتون آشکار، مذهب من چیه؟ مذهب شما دروغ، مذهب شما خیانت، مذهب شما تحریف تاریخ. الان شما میگید که در جنگ بدر همینجا همه میلیون ها بیننده شنیدن. شما گفتید که در جنگ شما گفتید که در جنگ بدر پیامبر با همسال ما جنگید. من که وقتی میگم که همراه پیامبر کی بود، شما به دروغ میگید که اطلاعات تاریخی ندارید. خب این تناقضه. اگر اطلاعات تاریخی ندارید خب اشتباه کردید که موضوع جنگ بدر رو مطرح کردید. شما میگین پیامبر بعد از خودش خلیفه تعیین کرده بود؟ آره؟ نه خیر. نه خیر. تعیین نکرده بود، درسته؟ بله. درسته؟ بله. درسته؟
تعیین کرده بود این چه نوع پیامبری بوده که برای ما مثلا نتونست یه خلیفه برای بعد خود. من تو کتاب ما نیومده، نه تو قرآن نیومده، باید مردم مسلمان ها باید یه جانشین برای پیامبر داشته. کجا اومده در قرآن؟ تهمت به خدا نزنید. در کجای قرآن اومده که ای پیامبر بعد از خودت جانشین تعیین کن؟ بفرمایید. با عقل انسان عقلو بذار کنار. شما گفتید در قرآن اومده. ببینید عین حرف شما، در قرآن اومده که بعد از خودت جانشین تعیین کن. در کجای قرآن اومده؟ چرا تهمت میزنید به الله سبحانه و تعالی؟ آیه سوره مائده آیه 55. بخونید همین آیه رو. بخونید این آیه رو. من الان جلوم نیست قرآن که بخوام براتون بخونم. خب برید حفظ بکنید بعد بیاد بخونید این آیه رو. من براتون میخوام انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. خب از این آیه چه برداشت میکنید شما؟ حضرت علی بعد از اینه. کو حضرت علی؟ کجا حضرت علی؟ کدوم حضرت علی؟ از خدا بترسید، تهمت نزنید. من میگفتین همه باید بیان. خب این قرار نیست که قرآن بیاد همه جزئیات رو بیاره تو کتابش. قرار نیست همه چیز بیاره. عزیزم من یک سوال دیگه از شما بپرسم. همین عادت ماهانه خانم ها برای انسان ها مهمتر بود یا خلافت حضرت علی؟ چه سوالیه بچگانه. جواب منو بدید. الله سبحانه و تعالی در چندین آیه در مورد عادت ماهانه خانم ها صحبت کرده. خلافت حضرت علی اینقدر بیارزش بود که یک آیه هم نیومده در موردش. شما وهابیا گفتین که باید زن نمیدونم خیار و حویج و موز و هیچ چیز. خب حالا دیگه شروع کردید به هوچیگری. ببینید من که بارها در این برنامه ذکر کردم این عقل و منطق شیعه صفوی است. تهمت حاضرن که به خاطر اثبات باطلشون تهمت به خدا بزنن، تهمت به پیامبر بزنن، تهمت به اهل بیت بزنن، حضرت علی رو ترسو و بی غیرت جلوه بدن، اما اون عقیده باطلی رو که عبدالله ابن سبع یهودی دیکته کرده براشون اون باید پیاده بشه. چرا فرار میکنن از واقعیت؟ در بدر 313 نفر از بهترین یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ایشون بودن. غیر از عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه که مشغول تیمارداری و پرستاری دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رقیه رضی الله تعالی عنها بود که اون موقع بیمار بودن، ایشون در مدینه ماندن، پیامبر صلی الله علیه و بهشون اجازه دادن. بقیه همه این صحابه‌ای که شما باش کینه و بغض و عداوت دارید در بدر کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رزمیدن. در طرف مقابل ابو جهل بود، ابو لهب بود، امیه ابن خلف بود، عتبه بود، ربیعه بود، شیبه بود، سران کفر بودن. من هفته قبلم گفتم بازم تکرار میکنم، بالله علیکم در کدوم شبکه شیعه شما دیدید که یک برنامه گذاشته باشن در مورد ابو جهل، در مورد ابو لهب، در مورد عتبه و شیبه و ربیعه، کسانی که در بدر کشته شدن؟ دیدید؟ در زندگی شنیدید یک آخوندی اومده باشه در یک شبکه‌ای گفته باشه که بله ابو جهل این جنایت رو کرد، ابو لهب این جنایت رو کرد؟ افتادن به جان عزیزترین یاران پیامبر که در بدر کنارش بودن، در احد کنارش بودن، در خندق کنارش بودن، در تبوک کنارش بودن، در فتح مکه، در حنین. افتادن به جان همینا. یک روز ما ندیدیم که یکیشون برنامه گذاشته باشن در مورد سران شرک، در مورد سران کفر. همیشه باید تن و لعن وارد بکنن به کی؟ به عمر، به ابوبکر، به سعد بن ابی وقاص، به طلحه، به زبیر، حتی به علی. ما بارها در این برنامه و در دیگر برنامه‌ها روایاتی رو نشون دادیم که حتی حاضرن برای اثبات عقیده باطلشون به علی و آل علی هم توهین بکنن.